سلام بچه، چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم یه مودیه بهتون یاد بدیم که چطوری مپاتون رو بذارید و واسه من بفرستید. یه مودش هم بهتون میگم. پس لیتس گو. ببخشید چند وقتی من نبودم، پس حتما چنلمون رو دنبال کنید. بچه چرا میبینم خیلیاتون دنبال نمی کنید، پس سری بزنید روی دکمه دنبال تا فراموش نشه. لیتس گو، بریم برای ویدیو. بچه وقتی که اومدید اینجا داخل روبیکام که لینکش روی اون چیزش میاد روی اون چیزی میاد رو صفحش، وارد میشید. از اگر مپاتون رو درست کردین روی این وسط میاد و اون مودی که واسه تو فرستادم تو بخش گلوبال ریسورس اینجا مای پک. خب اینجا مای پک این اومده واسه تون میزنید. بعد از اینکه زدید صبر میکنید تا لود بشه. بعد از اینکه لود شد اینجا پلی میزنید، میرید توی مپتون. مثلا من این مپ میخوام و داخل همون بخش جنرال پاینتر اینجا اومده قرمز روی سفیده بزنید و اینجا میگه که مای ورلد 4 واسه شما اومده. امیدوارم خوشتون اومده باشه. البته و می داخل فایلاتون و اون ورد این پالا نوشته ورد نیم مای ورد 4 اونجا اسمشو عوض میکنید و اگرم خواستید روی این لینک خیلی این داخل روبیکا واسه من مپاتون میفرستید. امیدوارم خوش اومده باشه. خداحافظ.